بنده هم همینطور دیگه با اذن ایشون بنده برگشتم پایین برره. اینم برای رفع کدورت دادن. کدورت کدام کدورتی نیست. شما برگرد بالا و گو اختیار دارین. خب این همه راه رو من دوباره برگردم بالا بگم اختیار دارین؟ چه کاریه این؟ نه خوبی دیگه، شما تشریف برین. کاتر نبگیری ها. خوش آمدین. بفرمایید. برو به سرداخان بگو ما چیزی که دادی پس نبگیریم. برو. من خیلی پام درد میکنه شیرفرهاد جون. شما میشه در منزل رو باز کنی من برم اونجا؟ خانه من نبشه. فرناز یه چیزی بابا مردم بیا بهش بده دستخوری نره. بعد بید پاشو. بفرما شما بفرما. چشم بوده دیگه. اینجوری؟ و این مربا رو به خاطر اینکه بگن کدورتی نیست وای خدا حسن نیتی وجود داره دادن که من بیارم اینجا. اختیار دارین آقا کیانوش، اختیار دارین. آقا میدونید چیه؟ ما خیلی ناراحت و شدیم اونا امشب مهمون نداشته بودن. ما خودمون از پسا کلی مهمون داشته بودیم امشب. آره مهمون دارین؟ بله.